12 تا از مشهورترین و بهترین غذاهای افغانستان. سلام، خوش آمدید به معرفی 12 تا از بهترین و مشهورترین غذای افغانستانی از چینل دیدنی ها. افغانستان دارای رژیم غذایی متنوعی است که متعجبتان خواهد کرد. غذاهای سنتی این کشور ریشه در فرهنگ آنها دارد و نمادی از تنوع جغرافیایی و قومی است. بهتر است بدانید که در غذاهای افغانستانی طیف مختلف از مواد غذایی دیده می شود. برای طبخ غذاهای متنوعی که در افغانستان دیده می شود، از غلات، حبوبات، گوشت و سایر مواد استفاده می شود و همه این مواد تشکیل دهنده بر تنوع غذایی آن می افزاید. غذاهای معروف افغانستان با واسطه طعم و شیوه پخت و پز صحیح و اصولی آن بسیار مورد توجه مردم این کشور و مناطق همجوار و حتی جهان قرار دارد. در این برنامه می خواهیم نگاهی کوتاه به بهترین و معروفترین غذاهای ملی و محلی افغانستان سر بزنیم و ببینیم چه مواد غذایی در این کشور سرو می شود. پس تا آخر برنامه همراه ما باشید. ویدیو را لایک، نظر و پیشنهاداتتان را کامنت، چینل خودتان را سابسکرایب کنید. شماره اول، قابلی پلو. اگر جزء آن دسته از افرادی هستید که پلوها را بیشتر از هر چیز دیگری دوست دارند، باید قابلی پلو خوشمزه‌ای که در کشور افغانستان طبخ می شود را امتحان کنید. شاید برایتان جالب باشد که بدانید قابلی پلو یا همان قابلی پلو در نواحی مختلف این کشور به شیوه های متفاوتی طبخ می شود، اما طعم بی‌نظیر آنها می تواند برای همیشه زیر دندانتان بماند. پخت این غذا چندان هم دشوار نیست. تنها کاری که باید انجام دهید آماده کردن مواد تشکیل دهنده آن و سپس ترکیب آنها بر اساس دستور پخت موجود است. برای تهیه این غذای خوشمزه با موادی همچون گوشت، روغن، پیاز، ادویه‌جات، زردک، کشمش، خلال بادام و خلال پسته، زرش و برنج نیاز خواهید داشت. شماره دوم، بولانی. یکی از مواد مهمی است که در رژیم غذایی مردم افغانستان جایگاه ویژه‌ای دارد. به همین خاطر است که به هنگام سفر به این کشور با نان‌های سنتی مختلف و متنوع روبرو خواهید شد که هر کدامشان طعم بی‌نظیر و مخصوص دارد. بولانی هم در قسمت‌های مختلف افغانستان به شیوه‌های متفاوت طبخ می‌شود، اما طرز تهیه چندان سختی ندارد. برای این غذای خوشمزه با مواد تشکیل دهنده مانند آرد، ادویه‌جات، ترکاریجات مانند کچالو، گندنه، کدو و پیاز نیاز خواهید داشت. البته ترکاری داخل بولانی را می توانید با به میل خودتان انتخاب کنید و بولانی با همان طعم درست کنید و در آخر بولانی را با ماست و چکنی می توان نوشیجان کرد. شماره سوم، منتو. یکی دیگر از غذاهای محلی خوشمزه‌ای که در کشور افغانستان و سایر کشورهای همسایه طرفداران زیادی دارند، منتو است. این غذا برای مردم افغانستان هم ارزش بسیار بالایی دارد و به صورت خوراک سرو می شود. برای درست کردن منتو ابتدا خمیر آن را درست می کند و بعد داخل آن را با گوشت و ادویه لازم پر می کنند و آن را در بخار آب می پزند. شماره چهارم، کیچیری قرود. کیچیری قرود یکی دیگر از غذاهای محلی است که در افغانستان طبخ می شود و در هوای سرد سال طرفداران زیادی دارد. برای طبخ این غذای خوشمزه از موادی همچون برنج،
ماش و کوفته استفاده می شود. شماره 5 آشک، یکی دیگر از غذاهای سنتی که طرفداران زیادی در افغانستان دارد آشک است. این غذای خوشمزه با کمک خمیر آرد گندم و گندنه به دست می آید. درون خمیر نیز با گندنه و ادویه های لازم پر می شود و روی آن لوبیا ریخته می شود. شماره 6 شوربای کله. شوربای کله یکی از غذاهای مخصوص زمستان مردم با ذوق افغانستان می باشد که کله گوسفند را پاک کرده خوب می شویند. بعداً در دیگ انداخته جوش می دهند تا کف آن گرفته شود. سپس گندم، نخود، پیاز، زردچوبه با قدر دنبه را به آن اضافه می کنند. وقتی پخته شد در کاسه ها کشیده و در آن نان خرد کرده و میل می کنند. شماره 7 آش. اگر عاشق آش‌های مختلف هستید باید بدانید که در کشور افغانستان نیز آش‌های متنوعی نصیبتان خواهد شد. افغان‌ها برای پخت آش از مواد مختلف همچون سبزیجات، حبوبات، آش رشته استفاده می‌کنند و از پیاز داغ و سیر برای تزیین آن بهره می‌برند. شماره 8 کباب تندوری. در بخش‌های مرکزی افغانستان زمانی که تعداد مهمان‌ها افزایش پیدا می‌کند، یک رأس گوسفند را ذبح می‌کند و آن را به صورت کباب در می‌آورد. این غذای خوشمزه با سیر و نمک طعمدار می‌شود. شماره 9 شامی کباب. اگر عاشق غذاهای گوشتی هستید باید شامی کبابی که افغانستانی‌ها می‌پزند را امتحان کنید. این غذا که طعم بی‌نظیر و منحصر به فردی دارد با گوشت بدون استخوان، پیاز، تخم مرغ، آرد، نمک و ادویه‌های مختلف آماده می شود و سپس سرخ می گردد. شماره 10 چپلی کباب. در کشور افغانستان نانها و کباب‌های متنوعی طبخ می شود. یکی از همین غذاهای محلی که طعم لذیذی دارد چپلی کباب است. این کباب از گوشت، پیاز، دنبه، سیر، مرچ و نمک تهیه می شود. شماره 11 شله غوربندی. در ولسوالی غوربند شله پخته می کنند که به نام شله غوربندی یاد می شود. این شله را از برنج، ماش و قرمه دلنخود، گوشت گوسفند تهیه می کنند. شماره 12 سمنک. یکی دیگر از غذاهای محلی که در افغانستان نیز طرفداران زیادی دارند سمنک است. سمنک را در فصل بهار آماده می کنند و آن را به عنوان هوسانه نیز می شناسند. برای تهیه این غذا گندم را در ظرف می ریزند و بالای آن تیکه نمدار می گذارند. بعد از اینکه سمنک سبز شد تنها آب آن را کشیده و داخل یک دیگ بزرگ قرار می دهند و آب و کمی آرد را برای آن می افزاید و با کپچه زدن یا شور دادن زیاد سمنک درست می شود. تشکر از اینکه تا آخر ویدیو با ما بودید. لطفاً چینل دیدنی ها را سابسکرایب، نظر و پیشنهاداتتان را کامنت، ویدیو را لایک و با دوستانتان شیر نمایید. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.